درباره حضرت هاجر شاید بارها شنیده باشید، ولی به نقطه میخواهم در این قصه همگی توجه کنیم که چی درس بزرگی هست برای مایان زنها. وقتی حضرت هاجر از ابراهیم فرزنددار می شوند و چه خیلی می دانید ابراهیم همسرشان سارا بودند و سالهای دراز تا 80 سالگی از سارا صاحب فرزند نشدند و وقتی حضرت سارا کنیز خود هاجر را به ابراهیم می دهند که در آن زمان کنیز همچون همسر حساب می شد و با کنیز خود صاحبش می توانست همخوابگی کند، با حکمت پروردگار از هاجر بعد از 80 سالگی حضرت ابراهیم صاحب فرزند می شوند، صاحب اسماعیل. و وقتی که صاحب فرزند می شوند پروردگار حضرت ابراهیم را امتحان می کند و می گوید ابراهیم اگرچه پس از این 80 سال صاحب فرزند شدی، تو باید هاجر را همراهی همین کودک نوزاد میده‌یک همراه اسماعیل ببری در صحرای مکه ترک کنی. اینها باید در آنجا زندگی کنند، تو باید در شام زندگی کنی. و در آن وقت در مکه نه آبی بود و نه انسانه، یعنی صحرای بی آب و بی انسان که امر الله هست که باید هاجر به آنجا هجرت کنن همراه اسماعیل. که حضرت ابراهیم هم که پیامبر الله بودند و میدانند که امتحانهای الله حکمتهایش بعداً نمایان می شود، اگرچه مایان انسان ها خیلی بی‌صبری میکنیم که چرا به سرمان آمد، ولی ابراهیم خلیل الرحمن است، میگوید چشم پروردگار، سمعا و طاعتا، من آنها را آنجا میبرم. و پسر خود اسماعیل و هاجر را گیران از شام به مکه می آیند. در بعضی کتاب ها آمده است که نه این امر سارا بود، یعنی سارا امر کرده بود بعد از تولد اسماعیل که من چشم دیدن ندارم، کودک رو همراه مادر جوانش ببر، ولی این عموما این قصه رو صحیح گفته نمی شود، چون ابراهیم پیامبر الله هست، او به خاطر زن یکم به زن دویم ظلم نمی کند که به خاطر زن یکم بیاورد کودک و همسرش را در یک صحرا ترک کند. این اصلا نشاید به شأن یک جوانمرد مثل ابراهیم. نه، اینجا امر پروردگار بود، امتحان الله بود. وقتی حضرت ابراهیم هاجر را همراه اسماعیل به مکه پس از آن راه دور و دراز می آورند که کمی همراهشان آب و آذوقه مانده بود، زیر درخت اسماعیل و هاجر را می مانند و به عقب نگاه نکرده می روند و شاید دیگر طاقتی به چشم هاجر نگشتن را نداشتند یا طاقتی به آن طفل نوزاد جگربنده که بعد از 80 سالگی نصیبشان شد به او دیدن را نداشتند که زود می روند.